به چه کار آیدت ز گل طبقی؟ از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. پارسی آن یادگار زند اوستاست. پارسی گفتار پاک و آتش مزداست. پارسی با رودکی سرور و غزل ساز می کند، مستی و شور و جذبه مولاست. پارسی شهنامش که جلوه از هست و بود ماست، شهنامش که جلوه از هست و بود ماست. زان رو نمرده ایم و نمیراست. پارسی زان رو نمرده ایم و نمیراست. پارسی از چامه و چکامه و شور و نوا مگو، از چامه و چکامه و شور و نوا مگو. عشق و ترانه و روح مسیحاست. پارسی روح بزرگ طبل خراسانیان پاک، آن آتش مقدس بالاست. پارسی کی آتش شراره اهریمنان کشد، کی آتش شراره اهریمنان کشد، چون چلچراغ این شب رسواست. پارسی شهنامش که جلوه از هست و بود ماست، زان رو نمرده ایم و نمیراست. پارسی زان رو نمرده ایم و نمیراست. پارسی ما زبان پارسی را پاس می‌داریم، ما زبان پارسی را گرامی می‌داریم. مرگ بر دشمنان زبان پارسی و فرهنگ پارسیان، مرگ بر خرم، مرگ به این میهن فروشان، مرگ به این دیوانگان زنجیری. ما پارسی را پاس می‌داریم. درود بر همه شما. اجتماعی افغانستان و آسیا، انجمن آریانای افغانستان و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی انگلستان از سازمان‌های حقوق بشر و دولت مرکزی افغانستان احترامانه می‌خواهند تا ارزش‌های انسانی و آزادی بیان را از طریق فشار آوردن و فرهنگ و زبان مردمان ساکن در کشور خدشه‌دار مردمان افغانستان استفاده از واژه‌های فارسی که زبان مادریشان است و حیثیت ناموس را برایشان دارا میباشد حق قانونی و مسلمشان میدانند و خیانت به فرهنگشان را کاملا نمیپذیرند، چون فرهنگ پدیده اجتماعی است و زبان حافظ و ناقل آن. امروز تمام پژوهشگران و دانشمندان مدیون زبان فارسی هستند که با گذراندن بسا تهاجم‌های وحشیانه و بیرحمانه هنوز استوار، زنده، جوان و تازه به جا مانده. مردم ما به این زبان عشق می‌ورزند، چی ازبک، چی ترکمن، چی پشتون، چی هزاره و چی تاجک، و زمان قدامت آن به چندین هزار سال میرسد. ناگفتن نباید گذاشت این زبان نه بر کسی به صورت اجباری تحمیل گردیده و نه در گسترش منطقوی آن زور و نیرنگ به کار رفتند. و لحاظا آنهایی که با زبان فارسی می‌ستیزند و معنای آن است که با جهان علم و دانش و مقدسات مقابله می‌نمایند. تشکر از توجه. مرگ بر جهالت و قبیله گرایی، مرگ بر جهالت و قبیله گرایی، مرگ نبود عدالت اجتماعی، نبود مرگ بر جهتاران قانون اساسی، مرگ ما زمان مولانا را با خون خود حفظ کنیم. دیگر اندیشه دارد، به دست خویش تو گویی دیشه دارد. دیگر اندیشه دارد، به دست خویش تو گویی دیشه دارد. بهانه گرچه آرد ساقه و برگ، بهانه گرچه آرد ساقه و برگ،
هدف برکندن ریشه دارد، هدف برکندن ریشه دارد. من را به عزت آدم قسم که گر، من را به عزت آدم قسم که گر آن ببر کاغذی مرا آیدت به پیش، آن ببر کاغذی مرا آیدت به پیش، یا زنده به آتش کشمش در حضور عام، یا نام شهامت به تکفین بسپرم. مرگ به فرهنگ فروشان، مرگ به این فرهنگ فروشان. زنده باد. Long life the democracy in Afghanistan. تعدد قومی، زبانی و مذهبی از ویژگی‌های این کشور به حساب می‌آید. هر قوم و تباری در تاریخ این سرزمین افتخارات و شاهکارهایی دارد که از یک دید تمدنی و تاریخی قابل هرچه میباشد. در این میان زبان فارسی از قرن‌های متمادی به این طرف به عنوان زبان تمدنی و بین الاقوامی این دیار به رسمیت شناخته شده و نقش تاریخی تمدنی خیش را در رشد و شکوفایی یکی از درخشانترین تمدن‌های جهان در این دیار بازی نموده است. بنابراین زبان فارسی نه تنها یک تبار معین که زبان اقوام و گروه‌های متعدد و نقطه وصلی میان همه باشندگان این سرزمین هم از پشتون، تاجک، ازبک، هزاره، بلوچ و شیعی، نورستانی، هیماق، ترکمن به شمار می رود. He wiped out the Farsi writing off from the ministry sign. Second, he sacked Mr. Najib Roshan from chair of national radio. ما را دچار تجزیه کردند و تفرقه تا دیگران بزرگ و ابرقوه ها شود. ایران باستان توران زمین و بحر خزر داشت از شمال، قفقاز از آن او که کنون 4 کشور است، دشت و فلات ارمن و رومیت و صغیر. ایران خود به دیده ساسانیان نگر، مرزی به چین و مرز دیگر رومیا و مصر، یعنی عراق و شام و فلسطین از آن اوست. زن کشور کلان عربستان یکی کبیر، تنها سواحل یمن و حیره و عدن استان مرزی است و مقر ولیعهد. بهرام گور را که به تاریخ خوانده ای در دوره ولایت عهدش به